السلام علیکم دوستان عزیز. چخیر شما درست می صحت و سلامت. از یکم مای برای شخصانی که وهم، ترس، عصبانی، گپ رو برداشته نتونستن نمیخیل شکایت خود دارند، از یکم مای کورس را سر بکنم. تقریبا یک 6-7 هفته می شود. تا 45 روز دوام کردنش ممکن. درس ها 12 تا در واتساپ می شود. نمبر واتساپ آن همین است. دوستان عزیز، آن شخصی که نیوروز دارد یک فکر کنیش ویران است. از حسابی که فکر کنی این انسان ویران است، رفتارش هم ویران می شود، خلق اطوارش هم ویران می شود و برای صحت شدن انسان هم باید فکر کنیش را اصلاح کند و هم خلق اطوارش را. مراجعت میکنید، در بعضی حالت ها میبیایید، میبینم در کورس اشتراک کرده ممکن باشد از یکم مای میتونید در همین کورس اشتراک کنید، مشق را ختم میکنید، طرز حیات را آهسته آهسته باشد عوض کرده رفته میگیرید. علم، عمل، صبر. علم نباشد صبر کنیدم در بعضی حالت فایده نمی شود. علم باشد و عمل نباشد چه؟ نمی شود. علم و عمل باشد و بی صبر باشید چی؟ نمی شود. برای همین باید همش را در وقتش اجرا کنید. باید به توصیه ها انیق عمل کنید تا آخرش را کار کنید. بعضی ها گفتنش ممکن دکتر به من دارو نویست فایده نکرد. گفته بله، همین خیل شدنش ممکن است. سبب هایش یک چند تا. سبب اساسیش همین که با فقط دارو کسلی ها را تبابت نمی کنند. شما به من آمدید به پیش من و داروهای من فایده نکرد. شما تا به پیش من آمدن نیز دیگر داروها را گرفته بودید و وای داروها نیز فایده نکرده بود. یک خودی دارو شما را دیگر نمی کند. صحت و سلامت باشید. در شهر استرابشن کار میکنم. مرحمت 5 نفر بیمار میگیرم برای در کورس اشتراک کردن.